سلام علیکم بچه‌ها. این مطبلوک در همه جا کار میمونه است برادران. در همه جا باری ما آب ساز برمده است. همین خبره که او نمیروه. این مطبلوک خطی بعد از یا برایش دیدیم 2 کیلومتر جو برای 3 کیلومتر یا چی شدیم بعد در سر ما همین فکر اومد اینا مطبلوک خطی. مطبلوک دیگه پیش نمیروه. لویای علافای آب ساز. نمیروه دیگه مطبلوک و دندوناش خطی نمیروه. انده بند خطی کشیده استیمش تا نیم شد در مگیه حالا کشیم بعد بسیم کمین اینا جبوری مو کانال شد هوا باید لوار کانال شد یا کدمانه یا بیله در بیست میشید کار میکرد هم تماشا که گفتی بسه دوست میشه همون کار نکرده ایشم هم دوست یه تبگی سجافر نه کانالش که گلدره برا گلدره گفتم گپا اگر یک تراکتور می داشتم باور کنی هیچ کس در کار نبود خم یگان هلاش میکردم تازهش میکردم این خیلی تراکتوری ما میخواه یک مطبلوک پایشگر قریب مدیم یگان 1 کیلومتر دیگر موندگی بای سری او همیش تازه کنیم یک علافای ابساز نیست دیگه سازی نشون دادیم اینا برادرها همین جبوری ما نگاه کنی که اینا همین خجبور داریم این 20 سانتی متر 30 سانتی متر دیگه چقدره پر نکه باید پرشان میکردی هیچ رنگی گیریم میدینه انا نمی علف میبروی نگاه کنی چه خیلی علفای او بشخی نگاه کنی علفا اینا ایرشش تام بلوشه اوی خوکوی گلدره میبندیم جاب میکنم میگیرش میجذبش میگیرش همین تصاویرش دیگه که نمیخواد چقدره همین را مکندن در کرای ایرا و بیل غامد میده باید یا بشوریمش با مطبلوک بیل بشوریمش شکن میشه و بعد کدمان بیل خطی میگیریم میپرتویمش این گاهی همین خیلی رفتگی همین خیلی رفتگی ولی خیلی راه است این برادر عزیز این سیاه تماشا کنید سیاه خوشبخت است وقتی خوردن شای اینا بابای جلواری را پیوند کردگی در جنگل یعنی در روی راه میبره بهت خوب نه مطبلوک قطی کنیم مطبلوک همین دندونش همش پر میشه و دندونش میبریم دوست قطی میکنیم با دندونش باز میدرویم در رو 10 متر میره پر میشه و لیکن راه آسون ترش همیه برادر علف فاچ میچسبه رنگ رو بین احوال پرس مثلا جعفر وقتی گپ هم نیست بریم با ادامه بدیم کارا یک مطبلوک است 3 کس کار فرمودیست است زنده باشه برادر عزیز بابا میخریم کار برو بسیار تران